بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، دوستانی که به صورت برخط در نشست حضور دارند و دوستانی که بعد از این فیلم ضبط شده نشست رو ملاحظه می‌فرمایند. همانطوری که بزرگواران استحضار دارند، نشست‌های تخصصی مسئله محور هاب علمی تغییر اقلیم کشور هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 10 تا 12 به صورت مجازی بدون هیچگونه محدودیتی برای بهره‌مندی اساتید، متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان عزیز در حال برگزاری هست. امروز ششمین نشست پیوسته هاب علمی تغییر اقلیم کشور رو در خدمت بزرگواران هستیم در خصوص یک مبحث فوق‌العاده مهم تحت عنوان تغییر اقلیم، شهرها و کلانشهرها. همونطوری که بزرگواران مستحضر هستند، بخش عمده‌ای از ریشه مشکل تغییر اقلیم که بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای هست رو شهرها به خودشون اختصاص میدن و حتی در مواردی آمار حدود 70% رو ذکر میکنن که بخش‌های مختلفی که در شهر هستن مثل بخش انرژی، سکتور حمل و نقل، صنعت، پسماند و تمام موارد مرتبط با این بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای هست. به خاطر همین موضوع هست که بحث شهرها در خصوص بحث تغییر اقلیم فوق‌العاده مهم هست. به جز بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، بحث این که شهرها در معرض ریسک‌های مرتبط با تغییر اقلیم هستند هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. بحث مخاطرات و وقایع حدی مثل امواج گرمایی، سیل‌ها و طوفان‌ها و تأثیری که بر کل اکوسیستم شهری از جمله سلامت انسان میذاره، بحث بالا اومدن سطح آب دریا در شهرهای ساحلی، زیرساخت‌های فرسوده و شوک‌های آب و هوایی که وجود داره، همه اینها نشون میده که شهرها هم از منظر بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، هم از منظر سازگاری با تغییر اقلیم، هم منظر ضلع سوم که بحث کاهش خسارت‌های مخاطرات طبیعی هست، نیاز هست که در زمینه استراتژی‌های مواجهه با تغییر اقلیم به طور ویژه بهش پرداخته بشه و این مسیری نیست که به تازگی شروع شده باشه. رویه‌های بین‌المللی برای این قضیه در نظر گرفته شده و حتی مراکز ملی و بین‌المللی در این زمینه وجود داره که در کشور خود ما هم وجود داره که انشالله در نشست‌های آتی ما معرفی این مراکز رو هم در دستور کار قرار میدیم. بحث تأمین مالی منابع بین‌المللی در زمینه توجه به ابعاد شهرها در زمینه تغییر اقلیم، ابعاد فناورانه، بحث‌های گزارش‌دهی، همه اینا مباحث خیلی مهمی هست که در زمینه شهرها و تغییر اقلیم به اونها پرداخته میشه و به همین دلیل هم گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم هم تاکید ویژه‌ای روی بحث شهرها داره. گزارش ششم بحث شهرها رو به عنوان کانون بحران بهش اشاره میکنه. سال 12 توی گزارش ویژه مدیریت ریسک مخاطرات به این موضوع پرداخته شده. سال 2018 در گزارش ویژه 1.5 درجه و سال 2019 در 2 گزارش ویژه در زمینه تغییر اقلیم و زمین و بحث اقیانوس به موضوع شهرها پرداخته شده و نقشه راهی که IPCC برای شهرها در نظر داره و توی گزارش هفتم هم به طور ویژه مورد توجه قرار داده، موضوع خیلی مهمی هست که نیاز هست در نشست‌های تخصصی به اون پرداخته بشه. جمله آخر بنده این که در خصوص بحث شهرها یک نقش دوگانه رو صحبت میکنن که شهرها به عنوان هم قربانی در زمینه تغییر اقلیم هم به عنوان عامل تغییر اقلیم شناخته میشن و واژه‌ای که برای اون به کار میبرن اینه که شهرها و کلانشهرها در زمینه تغییر اقلیم هم بخشی از مشکل هستند هم بخشی از راهکار. به خاطر اهمیت این موضوع ما از آقای دکتر شمسیپور بزرگوار که خواهشی که میکنم در ابتدای نشست خودشون رو معرفی بفرمایند خواهش کردیم که در این زمینه یک ارائه اختصاصی رو داشته باشند در زمینه بحث تغییر اقلیم، شهرها و کلانشهرها، با تاکید بر رویه‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم و قطعا این نشست تنها نشست مرتبط با تغییر اقلیم شهرها و کلانشهرها نخواهد بود و به عنوان اولین نشست ما انشالله یک مسیر جدیدی رو در این زمینه شروع خواهیم کرد. خواهشی که دارم دوستان هر کدوم از بزرگواران
کامنتی دارن در قسمت پیام‌ها یادداشت بفرمایند. بعد از اینکه آقای دکتر ارائهشون انجام شد ما بحث پرسش پاسخ رو داریم و در انتها جمع‌بندی نشست. جناب آقای دکتر شمسی پور بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم برای ارائه ارزشمند. خیلی ممنون از اینکه دعوتم کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حاضرین در جلسه. امیدوارم که یک بحث خوبی رو با هم دیگه اینجا داشته باشیم. با پرسش پاسخ هایی که انجام خواهد شد میتونه مباحث و عرایض من کامل بشه و مفید فایده بشه برای همه دوستانی که هستند و چه اونهایی که بعداً با مثلا فیلم ضبط شدهش مثلا میان و این رو گوش خواهند کرد. شهرها و کلانشهرها در رویه‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم رو موضوعش هست که آقای دکتر فرزانی عزیز فرمودن که من خدمتتون باشم. مقدمات رو ایشون به خوبی مطرح فرمودن که ما در موضوع شهرنشینی ما شاید بتونیم بگیم که هم عامل اصلی این تغییر اقلیم هست و هم قربانی تغییر اقلیم هست که به واسطه جمعیت متراکمی که در این شهرها وجود داره و مراکز سکونتی وجود داره میتونه قربانی اصلی این تغییرات لقب بگیره و به واسطه همین این مثلا یکی دو ساعتی که با هم دیگه هستیم بیایم و ببینیم که در جوامع بین المللی و در داخل کشور خودمون چه رویه هایی رو در ارتباط با تغییر اقلیم در شهرها میبینن و بهش توجه میشه. من به چه صورت باید عوض کنم؟ خب خدمتتون عرض کنم که حالا فرمودن که من معرفی کنم خدمتتون. خب از اسمم که اینجا نوشته شده دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هستم و از سال 1387 اینجا مشغول به کار هستم، ولی قبلش از سال 1380 به صورت حرفه‌ای کارم را با شهر و مهندسی مشاور شهرسازی و معماری آغاز کردم به صورت حرفه‌ای و کارهای تحقیقاتی و پروژه‌های پژوهشی متعددی رو در ارتباط با شهر و مناطق کشور در عموم محدودی کشور خودمون انجام دادم و به واسطه اینکه تجربه خیلی زیادی رو در رابطه با شهر داشتم در قبل از اینکه بیام و دانشگاه تهران جذب کار بشم، این بود که من مباحث اقلیمی و مباحث تخصصی خودم رو بردم به سمت مباحث شهری و اون پایه‌ای که در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی که داشتم رو بتونم همراه با اون مباحث تخصصی که در رشته آکادمیک خودم وجود بود و اقلیم شناسی بود اونها رو با هم دیگه ادغام کردم و به این صورت عمده مباحثی که و مطالعاتی که در حال حاضر دارم، چه رساله ها و پایان‌نامه هایی که هست، چه مقاله ها و نمونه کتاب هایی که تا الان به صورت تألیفی و ترجمه مثلا حاصل کار من در طی این 17 سال گذشته هست. خدمت عرض کنم که در اینجا 6 تا از کتاب هایی که مرتبط با موضوع هست رو من خدمت آوردم که اولینش رو شاید ما خدمت عرض کنم مدل سازی اقلیمی هست که ویراست دومش با اعمال مثلا اون آپدیت هایی که وجود داره در سال همین امسال چاپ سومش انجام شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. در اینجا بحث مدل سازی رو هم در مقیاس جهانی و مدل های سیاره اقلیم و منطقی و در نهایت مدل های خرد مقیاس بیشتر که شبیه سازها هستند در محدودی شهرها که مثلا اون فصل آخر من رو این کتاب رو تشکیل میده و مختص به مباحث شهری هست و در روی جلد کتاب هم محدودی میدان انقلاب رو که خودمون طراحی کردیم و اجرا شده رو ملاحظه می‌فرمایید. و لزوم این که مدل سازی رو در حال حاضر بایستی و هم برای محدوده‌های شهری و هم در مقیاس جهانی
به کار بگیریم و استفاده بکنیم را در اینجا به تفصیل بیان شده. در سمت چپ در اینجا نگاشت اقلیم و توصیه های برنامه‌ریزی هست که با توجه به تجارب جهانی مورد این تألیف شد و در دانشگاه تهران چاپ شده که مختص بحث شهر هست و بیشتر هم اون پارادایمی که و روش‌هایی که در کشور آلمان توسعه پیدا کرد، یوسی مپ ها یا اربن کلایمت مپینگ ها که وجود داشت، از اونجا از برلین و منطقه رور آلمان شروع شد و گسترش پیدا کرد به کشورهای پیرامون آلمان که زبان آلمانی بلد بودن. بعدش در آسیا بسیار گسترش پیدا کرد این روش و در نهایت در کشور ما هم در سالهای گذشته در پایان‌نامه‌ها این رو استفاده کردیم و مقاله هاش هم چاپ شده. شیوه زندگی سازگار با آب و هوا شاید یکی از کتاب‌های بسیار خوبی هست که در این زمینه و برای شهروندان به خصوص خیلی اهمیت داره. اینجا میاد و موضوع تغییر اقلیم مورد توجه قرار میگیره و به صورت عام پسند و عام فهم این رو آقای جاناتان هارینگتون میاد تدوین و تألیف میکنه به صورت مرحله مرحله و از مدال‌های برنز و نقره و طلا استفاده میکنه برای میزان کاهشی که در مصرف سوخت و تولید کربن میاد و به اینا اشاره میکنه که چقدر ما میتونیم با ملاحظاتی که در زندگی روزمره خودمون داریم، در خانه، در بحث خریدمون، در تفریحاتمون، در بیرون فضاهای بازی که در شهرها داریم، میتونیم چقدر ما در راستای کاهش اثرات تغییر اقلیم کمک باشیم. شهرها و تغییر اقلیم یکی دیگه از کتاب‌هایی است که ترجمه شده. آقای ظهیر علام این رو تألیف کرده با همکارانشون در مؤسسه مرکز مطالعات شهرداری تهران به چاپ رسید و اینجا روی کردش بیشتر بحث اقتصادی و تاب‌آوری شهرها در برابر تغییر اقلیم از جنبه اقتصادی است که به خصوص بحث عدالت اقلیمی رو در اینجا بولد میکنه، برجسته میکنه، بهش میپردازه که کشورهایی که مسبب این مشکلات و بحث تغییر اقلیم هستند در چه جایگاهی هستند و به چه شکلی بایستی به شهرها و جوامعی که کم برخوردار هستند، جوامع جنوب یا جهان جنوب، چقدر میتونن کمک بکنن در این راستا که بتونن این بحث تغییر اقلیم در اون جوامعی که شرایط ناپایداری دارن بتونه بیاد و مورد توجه قرار بگیره و مردم به این توجه بکنن در راستای کاهش تولید کربن و یا مصرف سوختهای فسیلی، که این هم یک کتاب جالبی هست در این زمینه، از یک نگاه دیگه بسیار برخورداره. تاب‌آوری و خدمات اکولوژیک شهر تهران هم که به صورت یک طرح تحقیقاتی در شهرداری تهران انجام شد و همراه همکاران این رو تدوین کردیم که زیر چاپ هست البته این، و میاد هم خدمات اکولوژیک شهر تهران رو هم تاب‌آوری شهر تهران بر مبنای مدل هایی که بیشتر از روش عینی استفاده شده میاد و بهش میپردازه و در مختص شهر تهران هم هست با توجه به اینکه ما یک مروری بر پیشینه و تجارب جهانی خیلی خوبی هم در این کتاب آوردیم که روش‌های متعدد و نگرش‌ها و رویکردهای مختلفی که در سطح جهانی نسبت به بحث تاب‌آوری شهرها در برابر تغییر اقلیم و مباحث اقلیم وجود داره رو اومد بحث کردیم و در نهایت در شهر تهران و بر مبنای اون ویژگی‌هایی که و داده‌هایی که ما داشتیم از جنبه‌های فیزیکی، کالبدی و جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی بهش پرداخته شده. و در نهایت این کتاب ترور اقلیمی، تغییر اقلیم از نگاه ژئوپلیتیک انتقادی هست که همراه با همکارانم در این رو تدوین و ترجمه کردیم و در دانشگاه تهران زیر چاپ هست. این کتاب بسیار حائز توجهی هست که ذهن ما را اون پس زمینه بحث تغییر اقلیم و نظریه تغییر اقلیم
جلب میکنه که چه چالش ها، چه به اصطلاح تنش هایی در مثلا نیروهای مختلف اجتماعی سیاسی وجود داشته برای اینکه این تغییر اقلیم مورد توجه قرار بگیره و چه نظریه هایی در این رابطه وجود داره در ارتباط با جهان جنوب، جهان لیبرال و جهان غربی که خودش ایجاد کننده این شرایط هست و به چه شکلی داره این پشت پرده این موضوع به چالش کشیده میشه و مورد توجه قرار میگیره که میبینیم که در مثلا ایالات متحده یک رئیس جمهوری میاد اولین دستورش میشه خروج از این توافقنامه پاریس و یکی دیگه پیوستن به تغییر اون کنوانسیون های مرتبط با تغییر اقلیم و از جمله توافقنامه پاریس هست که این نشون میده که بحث ژئوپلیتیکی نسبت به بحث تغییر اقلیم خیلی شدید هست در پشت پرده. خب این خدمتتون عرض کنم که موضوعی بود که معرفی بود که فکر کنم اجمالی هم شد و در ارتباط با آثاری که داشتم. حالا دیگه مقاله هایی که در این زمینه هست اینها رو انشالله اگه مورد اقبال باشه و مورد توجه باشه که همکاران و دوستانی که تشریف دارن میتونن مراجعه کنن و از رزومه ببینند. در رابطه با مفهوم وقتی که ما میایم و بحث تغییر اقلیم در شهرها رو میخوایم بهش بپردازیم، اولین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که اصلا شهر چی هست و به کجا میتونیم شهر بگیم، شهر چه سیستمی هست یا چه اکوسیستمی هست. در یک نگاهی که آی دیکن بهش پرداخته، شهر رو یک سیستمی در نظر میگیره که از 4 تا مؤلفه اصلی تشکیل شده. در شکل سمت راست ملاحظه می‌فرمایید شبکه‌های حاکمیتی، اونهایی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، قدرت دست اونهاست و پول هم دست اونها هست. تصمیم ها در رابطه با شهر به چه شکلی حمل نقلش انجام بشه یا تبادل کالا انجام بشه، تمام سیستم هایی که در داخل شهر هست مرتبط با مثلا اون شبکه های حاکمیتی هست که تصمیم گیرنده اصلی هستن و گرداننده اصلی شهر هستن. حتی میتونیم بگیم که شکل دهنده ویژگی‌های فیزیکی و جهت رشد شهر هستند. پس میتونه مثلا یکی از مهمترین مؤلفه‌های سیستم شهری باشه. دومیش جریان‌های شبکه‌ای ماده و انرژی هست که در داخل شهر ما به چه صورت بحث کالا رو به چه شکلی داره توزیع میشه بین مغازه‌ها، خرده فروش‌ها، عمده فروش‌ها، خریداران به چه صورت به دستشون میرسه، با چه وسایلی حمل و نقل انجام میشه. در حال حاضر که ما بحث فضای مجازی مطرح میشه و شاید بحث شهر هوشمند مطرح میشه، برخی ها مثلا 1997 الان اسم شخص یادم نیست گفتن که بله وقتی که فضای مجازی هست دیگه مرگ فاصله هاست، در صورتی که الان بدتر هم شده وضعیت با این شرایطی که وجود داره. به این شکل که تهیه و توزیع کالاها، مواد غذایی و نیازهای زیستی شهروندان به خصوص در بحث غذایی از جنبه محلی و منطقی تبدیل شده به جهانی. یعنی ما از جنوب آسیا، شرق آسیا، آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین کالا مثلا مواد غذایی وارد میکنیم. این حمل و نقلش در طی مسیر که با کشتی انجام بشه، با هواپیما صورت بگیره یا هر وسیلگی، چقدر داره مصرف سوخت انجام میشه و چقدر داره تولید کربن اضافه به جو وارد میشه. در حالی که در گذشته که شرایط محلی تر و منطقی تر بود، بیشتر تولیدات در پیرامون شهرها یا مثل محدوده های سیاسی کشورها تولید میشد و به این شکلی که الان نیاز به مصرف سوخت بود وجود نداشت اون موقع. یا اینکه ما میایم و زنگ میزنیم و واسه ما غذا آورده میشه یا کالاهایی که نیاز داریم خریداری میشه و در خونه تحویل داده میشه. خب درسته که ما حرکت نمی‌کنیم با ما شهروندان، ولی اون سیستمی که این رو به درب خونه ها میرسونن چه شرایطی دارن و چقدر در ارتباط با اونها
مصرف انرژی یا تولید گاز کربن مطرح میشه. بس این جریان‌های شبکه‌ای ماده و انرژی میتونه بسیار حائز توجه باشه که الگوهای توزیع کالاها، الگوهای توزیع انرژی به چه شکلی است، منابع انرژی به چه صورتی هست، سهم هر کدوم از منابع انرژی، تولید انرژی به چه شکلی هست در شهرهای مختلف، که میتونه بحث آلودگی هوا، تنش حرارتی یا انرژی مثل شهرها رو یا بار گرمای شهرها رو دچار مشکل بکنه. پس اینه که یا بحث پسماندها که با مصرفگرایی افراطی که در جهان امروز وجود داره، بحث پسماندها یک معضل بسیار اساسی واسه کشورها هست که البته برخی کشورها مثل سنگاپور اینها اومدن و تقریبا پسماندشون رو به صفر رسوندن، هم از بحث اون تفکیک در مبدأ تا اینکه اینها رو بازیافتشون، کمپوستشون و غیره که انجام میشه. سوم مثلا مؤلفه‌ای که هست فرم و زیرساخت‌های شهری هست. در رابطه با زیرساخت‌های شهری خب ما میدونیم که حدود 29 کاربری در شهرها وجود داره، علاوه بر اون بحث حدود 25% فضای شهری که اختصاص پیدا میکنه به شبکه ارتباطی، شبکه جاده‌ای که به صورت حالا متوسط و استانداردش 25%، حالا میتونه بیشتر یا کمتر باشه، ولی بقیه بایستی بر مبنای سرانه‌هایی که در هر شهر تعریف میشه، فضای سبزشون، فضاهای اداریشون، تجاریشون، فرهنگی و مذهبی و غیری که مطرح میشه، آموزش بهداشتی، اینها که مثلا اینها باز هم میتونه تاثیرگذار باشه بر اون شرایطی که در شهر حاکم خواهد بود، از جنبه اینکه شرایط تغییری در اونجا به چه صورت بر مردم و شهروندانش میتونه اثرگذار باشه. و در نهایت پویایی اجتماعی اقتصادی علاوه بر اون بحث شبکه‌های حاکمیتی که مربوط به حاکمیت و اون نهادهای حاکمیتی مطرح میشه، در اینجا جمعیت هست، جمعیتی که هوشمند، مثلا شهروند هوشمند یا انسان هوشمند، یا نه جمعیت عامی هست، جمعیت کارگری هست، جمعیت دانشگاهی هست، جمعیت آموزش دیده هست، یا اقتصاد این شهر سرمایه‌داری هست، یا اقتصاد شهری هست، یا بر مبنای خدمات هست، یا تجارت هست، یا کشاورزی یا غیره، که میتونه این پویایی اجتماعی اقتصادی در شهرها رو در هر شهری مخصوص به خودش نشون بده و در نهایت اثر خودش رو بر شرایط اقلیمی اون شهر نشون بده و تاثیرش رو بگذاره. در سمت راست هم یک نگاهی بندازیم به صورت خیلی مختصر، این که در نگاهی که الان وجود داره، انسان در کنار بقیه مثل مؤلفه‌ها یا اون مؤلفه‌هایی که در شهر وجود داره میتونیم بهش بپردازیم. یعنی انسان هم جزوی از اون 5 مؤلفه اصلی اقلیم هست که ما با عنوان اتمسفر و لیتوسفر و هیدروسفر، بایوسفر و کریوسفر اونها رو میشناسیم. انسان هم میاد و در داخل اینها به صورت پیوسته و در کنار اینها قرار میگیره. در گذشته به این صورت بود که انسان جدای از اینها بود، اونها مطالعه میشد، اونها بررسی میشد و در نهایت انسان حالا اثرش یا اثر اونها برای انسان دیده میشد، در حالی که امروزه به صورت در همتنیدی در کنار همدیگه بهش توجه میشه که ورودی به شهرها در بحث اکوسیستمی که مطرح میشه با این مؤلفه‌های که وجود داره و در نهایت چه خروجی‌هایی رو در شهر خواهیم داشت. در همین ارتباط نگاهی بندازید به این دیاگرامه که ما 4 فرایند رو به صورت مرتبط با همدیگه می‌بینیم. فرایندها، اثرات و تغییرات، محرک‌ها، الگوها که اینها به صورت پیوسته یک چرخه‌ای را بین خودشون ایجاد می‌کنند و میاد و در شهرها پویایی و اون فعالیت شهرها رو، حرکت و زیست شهرها رو، تغییرات و اثراتی که از تعاملاتی که بین همدیگه هست رو پوشش میدن. یعنی الگوهایی که در شهرها وجود داره، الگوهایی که در رابطه با پوشش زمین هست، مثل ضریب زمین‌های مثلا سطوح با نفوذپذیری پایین یا نفوذناپذیر، کاربری‌هایی که عمدتاً انسان ساخت شده و جایگزین پوشش‌های طبیعی هست، حمل و نقلی که اونجا میتونه از شخصی بگیره تا حمل و نقل عمومی یا حمل و نقل‌های پاک
پیاده‌روی غیره یا زهکشی غیره که از چه محرک‌هایی ما داریم، فرآیندهاش به چه صورته و چه تغییرات و تأثیراتی رو در شهر میتونه ایجاد بکنه. اینها فرایندی هست یا تعاملاتی هست که بین انسان و طبیعت شکل میگیره و در نهایت اثراتش رو ما میبینیم که به صورت پازل هایی در کل کره زمین بهش میتونیم نگاه بکنیم که وقتی که به صورت شبکه‌ای بهش نگاه بکنیم به این صورت در میاد که عامل اصلی تغییر اقلیم در سطح جهانی همین شهرها هستن که از پیوستگی اینها داره ایجاد میشه. و اما بحث اقلیم رو بخوایم بهش بپردازیم، در کنار شهر که سیستم شهر رو نگاه کردیم، حالا سیستم اقلیم رو، خب سامانه اقلیم یا سیستم اقلیم رو همه دوستان در جریان هستن. ما 5 مؤلفه که خدمتتون عرض کردم، اتمسفر و لیتوسفر، هیدروسفر و کریوسفر و بایوسفر، 5 مؤلفه تشکیل دهنده مثلا اقلیم هستن یا سامانه دستگاه اقلیم هستن که در طبیعت و در بحث جهانی که وقتی که میخوایم بررسی کنیم بهش بپردازیم، تعاملات بین اونها هست که شرایط اقلیمی هر منطقه‌ای رو میاد و مشخص میکنه. در رابطه با شهرها یک تفاوت‌هایی وجود داره. با وجود این که ما مقیاس سیاره‌ای رو یا موقعیت شهر رو در کره زمین حتما باید توجه بکنیم وقتی که مطالعه میکنیم یک شهری رو، در چه موقعیتی از کره زمین قرار گرفته، در چه جایگاهی هست، در اساس جغرافی جنبه هست، حاره‌ای هست، معتدل یا جنبه قطبی مثلا هست. اون کلیت وضعیت اقلیمی اونجا به واسطه همین موقعیت سیاره‌ای که داره مشخص خواهد شد. موقعیت منطقه‌ایش، همسایه‌هاش، اون منابع رطوبتی، منابع سرمایه گرمایش کجا هستند. در رابطه با ایران مثلا منابع رطوبتی ما از دریای سیاه و دریای مدیترانه تا بره اقیانوس اطلس از اون سمت یا دریای سرخ در ضلع غربیمون، در ضلع جنوبی اقیانوس هند رو داریم، دریای عرب و دریای عمان رو ما به خصوص میتونیم در نظر بگیریم، یا سرزمین بزرگ سیبری رو در شمال کشور به خصوص شمال شرق رو میتونیم در نظر بگیریم و در جنوب کشور، جنوب غرب کشور هم شبه جزیره عربستان که اینها اثرات خودشون رو به صورت منطقی بر روی ایران دارن در دورهای گرم و سرد سال. یا محلی که میاد و اثرات مؤلفه های نزدیک به یک مثل منطقه‌ای که مورد مطالعه هست، مثلا تهران که لحاظ بکنیم کوههای البرز هست یا دشت کویر در جنوبش هست، یا برصد اون باغ‌ها یا مزارعی که در پیرامونش هست میتونه اثرگذار باشه و در نهایت اون محدوده یا ویژگی‌های اختصاصی محدوده که ویژگی‌های فیزیکی شهر یا ویژگی‌های فیزیکی اون محدوده مورد مطالعه خواهد بود. در رابطه با شهر از مقیاس مزو بگیریم تا بیاد میکرو، ما میتونیم بهش در نظر بگیریم مفاهیم جدیدی در اقلیم شهر یا سیستم اقلیمی شهر دیده میشه. یعنی ما در داخل شهر به جای اینکه یک محدوده یا یک سطح صاف و یک شیبی رو داشته باشیم، تک شیب داشته باشیم، حالا میخواد افقی باشه، میخواد شیبدار باشه، در هر حالت این دیگه نیست، بلکه مکعب‌هایی شکل گرفته از ساختمان‌ها که در حالت ساده خودش 5 تا ضلع داره. یعنی یک ضلع، ما یک سطحی که داشتیم الان تبدیل میشه به 5 ضلع، پشت بامش و 4 ضلع یک ساختمان، 5 ضلع که کم و بیش در دریافت انرژی بس می‌بینیم که اثرگذار هست و شرایط رو متفاوت میکنه نسبت به یک سطح افقی. تراکم اینها، چیدمان اینها در داخل شهر میتونه شرایط متفاوتی ایجاد بکنه، مثلا شاخصی به نام اسکای فاکتور یا SPF که میزان دید آسمان رو برای ما میاد مشخص میکنه، چقدر ما دید به آسمان داریم، چه سطحی از یا چه کسری از آسمان رو ما در داخل خیابان‌ها میتونیم ببینیم. ناشی از این تراکم ساختمان‌هایی که هست، همین ساختمان‌ها تهویه هوا رو مختل میکنن، تهویه طبیعی هوا رو، جریان هوا در داخل شهر متفاوت میشه. منابع آبی در بیرون از شهر در فضاهای طبیعی یک پدیده کاملا طبیعی هست، در داخل شهر به عنوان یک کالا حساب میشه، پس یک مفهوم جدیدی به خودش میگیره.
آب دیگه با مفاهیم یا با عناوین مختلف، آب خاکستری، آب سبز، آب آبی، آب نمیدونم سیاه، اینها آب مثلا حالا بازچرخانی آب‌ها، این چیزا که مطرح میشه دوباره اسم‌های دیگی به خودش میگیره. ویرچوال واتر که آب مجازی مثلا مطرح بشه در داخل حالا محصولات و یا کالاهایی که تولید میشه. هر محصول چه کشاورزی صنعتی چقدر آب برای مثلا تولید یک کالا مصرف شده و به دست مصرف کننده رسیده. پس ما در سیستم اقلیم شهری شرایط متفاوتی رو میتونیم لحاظ کنیم. سطح زمین نفوذناپذیر میشه به واسطه جایگزینی آسفالت و بتون و غیره‌ای که به جای خاک و گیاه و اینها بیاد و سطح زمین رو میپوشونه، رویه‌های نفوذناپذیر سطح شهری رو ایجاد میکنه. خب حالا اینکه چیدمان اینها به چه شکلی صورت بگیره، جریان هوا، مثل اون بیلان انرژی، چرخی آب در داخل شهرها به هم میریزه. در داخل شهرها ما یک مسئله بسیار مهم دیگری مصرف انرژی هست. مصرف انرژی خب بروندادی داره، خروجی داره. چه خروجی؟ خروجی هاش عمدتاً به صورت آلاینده هاست. حالا آلاینده های گازی داریم و ذرات معلق داریم که میتونه به فراخور الگوی اقتصادی که اونجاست، الگوی مصرفی که اونجا وجود داره، میزان اینها متفاوت باشه در هر شهری که یا در هر جامعه‌ای که ما بیایم روش مطالعه انجام بدیم. پس ما در رابطه با سیستم اقلیمی شهری یک مفاهیم جدیدی رو میتونیم بهش اضافه بکنیم و متفاوت بشه از شرایطی که در محدوده‌های پیراشهری یا محیط‌های پیرامون شهری با اونها مواجه هستیم. حالا وقتی که بحث تغییر اقلیم در داخل شهرها مطرح میشه، یک سوال مطرح میشه: تغییر اقلیم در داخل شهرها جهانی هست یا محلی؟ خیلی مهم هست که ما بیایم و به این بپردازیم. ببینید یک مثال میزنم. ما در طی 100 سال گذشته به صورت آماری که حالا ارائه میشه 75 صدم یا 76 صدم درجه دمای میانگین جهانی افزایش پیدا کرده. ولی وقتی که میایم به شهرها نگاه میکنیم، شهری مثل توکیو حدود 4 درجه در 100 سال گذشته افزایش دما داشته در داخل شهر. در شهر تهران بر مبنای مطالعاتی که همکاران انجام دادن 3.9 درجه سلسیوس در دمای شبانه ما افزایش داریم میبینیم در طی 70 سال گذشته. یا در شهرهای دیگه‌ای که وجود داره مثل نیویورک و غیره. این محدوده‌ها فراتر از بحث تغییر اقلیم جهانی، گلوبال وارمینگی که مطرح میشه، با یک پدیده دیگه‌ای به نام تغییر اقلیم محلی مواجهند که در داخل شهر به واسطه اون ویژگی‌هایی که خدمتتون در اسلاید قبلی عرض کردم شکل میگیره. یعنی کاربری‌ها تغییر پیدا کرده، پوشش زمین به هم خورده، چرخی آب تغییر کرده، بیلان انرژی سطحی متفاوت از قبل شده، جریان هوا متفاوت شده، کاربری‌ها به هم ریخته شده. بس در نتیجه اون شرایطی که الان در محدود شهری وجود داره متفاوت هست نسبت به شرایطی که طبیعی بود. پس این یک جنبه محلی است. حالا اینکه در این جنبه چقدر مسئولان محلی، مسئولان شهری، دولت شهرها بتونن کمک بکنن برای کاهش اثرات شهر در تغییر اقلیم محلیشون، بسیار میشه کار کرد با آموزش جامعه، شهروندان، مسئولان و تصمیم هایی که میتونه در این زمینه گرفته بشه. ولی در مقیاس جهانی من خدمت عرض کردم که وقتی شهرها را ما به عنوان مهمترین سکونتگاه‌های انسانی در جهان در کره زمین می‌بینیم که بیشترین مصرف انرژی رو دارند، بیشترین مصرف کالا رو دارند، به همین میزان بیشترین تولید پسماندها رو دارند، بیشترین میزان آلودگی‌ها یا تولید آلودگی‌ها رو دارند. نیازهای زیستی اینها در شرایط مختلف و در جوامع مختلف البته فرق خواهد کرد. یک شهروند و یک خانوار در نیوجرسی آمریکا از خدمات اکوسیستمی
چندین صد برابر شاید بیشتر نسبت به یک شهروند خانواری که در هند مثلا یکی از روستاهای هند یا در یکی از روستاهای ایران زندگی میکنه داره مصرف میکنه، یعنی استفاده میکنه از خدمات اکولوژیک. پس اینها با هم متفاوته، ولی در کلیت ماجرا این که شهرها محل تجمع انسان هستند، انسانها فعالیت‌هایی دارند، فعالیت‌های اجتماعی دارند، اقتصادی دارند، ارتباطی دارند، تعاملات دارند و اینها نیازهاشون باید برطرف بشه که تماماً بر انرژی استوار هست. باید انرژی مصرف بکنن تا بتونن فعالیت بکنن. حالا چه میخواد انرژی الکتریسیته باشه، چی میخواد انرژی از بحث تولید غذا و آب و غیره باشه. پس اینها اثرات و تغییراتی که بر محیط میگذارن. حالا اینها رو ما در نظر بگیریم در کنار همدیگه، یک وسعتی از کره زمین، یک محدودی از کره زمین به صورت تجمعی در بر میگیرن که در نهایت اثر خودش رو بر شرایط جهانی هم میتونه بگذاره و اثر خودش رو در بیابان‌ها هم بگذاره، در جنگل‌ها هم بگذاره، در اقصا نقاط جهان و خیلی مناطق دور از شهرها هم اثرات خودش رو بگذاره که میشه تغییر اقلیم جهانی، که میشه انسان ساخت. یعنی تغییر اقلیمی که دو ویژگی اساسی الان داره، یکیش انسان ساخت بودنش و سرعت بالای تغییرات هست در ارتباط با دما مثلا. پس اینی که ما در هر دو مورد ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، هم لوکال کلایمت چینج داریم، هم گلوبال کلایمت چینج داریم. پس به اینها میشه به خصوص اینکه ما در بحث محلی که در شهرها مطرح میشه میتونیم بسیار اثر بخشتر باشیم نسبت به بحث‌های جهانی که وجود داره. خب در ارتباط با وقتی که بحث اقلیم شهر رو مطرح میکنیم و اینکه بحث جهانی یا محلی هست، این شرایط رو ما میتونیم بهش ببینیم: موقعیت شهر، اندازه شهر، زمان مثلا فصل یا روز از شهر مثلا سال باشه، شرایط هوا جوی اون شهر مطرح میشه که آفتابی هست یا بیشتر زمانها بارندگی هست، منطقه مثل شهر بادگیری هست یا هوای آرام در اونجا هست، نمیدونم در اونجا بارندگی دمایی وجود داره، استعداد مثلا آلودگی اینجا داره یا خیر، پتانسیل آلودگی یا داره یا نه، پتانسیل خشکی داره یا نه، کمبود آبش مثل اون بار گرمای محیطیش، فرم شهر یا شکل شهر و در نهایت متابولیسم شهر. اینها مثل بحثایی است که مطرح میشه در داخل در بحث اقلیم شهری و در نهایت میاد به فاکتورهای اقلیم شهری و در نهایت فاکتورهای برنامه‌ریزی. از اینها بایستی به برنامه‌ریزی‌ها برسیم. در ارتباط با مثلا باد خدمتون تهویه طبیعی شهر خدمتون عرض کردم. ببین در اینجا انواع اقسام تغییراتی در محیط شهری در رابطه با بحث بادهای شهری وجود داره پرداخته شده. البته دو نوعشون در ارتباط با جزیره‌گرمای شهری هست که مرکز شهرها UHI شون یا اربن هیت آیلندی که وجود داره، جزیره‌گرمایی که وجود داره، همگرایی ایجاد میشه، جریان‌های از پیرامون به داخل شهر مطرح میشه و در نهایت یک همگرایی و محدوده کمفشاری شکل میگیره، صعود هوا و در نهایت این یک چرخه‌ای که در بین مرکز شهر و حوزه روستایی یا طبیعی پیرامون شهر شکل میگیره و یا اینکه ما عوارض و ساختمان‌هایی که اثراتی را بر روی باد میگذارن یا واگرایی ایجاد میکنن یا همگرایی یا بادپناهی یا مثل تلاطم و آشفتگی باد را ایجاد میکنن در اگر به صورت مجزا اینها رو ببینیم. یا اینکه شهرهایی مثل تهران که چند هستی هستن، ما در داخل شهرها با جزایر گرما و جزایر سرمایی متعددی مواجه هستیم که ما میتونیم بگیم که در اونجا هم یک نسیم‌ها یا جریان‌های هوای محلی هم میتونه در داخل شهرها شکل بگیره. یک نگاهی بکنیم به این مسئله، چون خیلی مهم هست که ما یک شهر یا جامعه توسعه یافته هستیم یا توسعه نیافته. ما شهرمون برنامه‌ریزی شده هست یا برنامه‌ریزی نشده هست. اینها مهمند. درسته که در جهان غرب
در دهه‌های گذشته، در سالهای گذشته عامل اصلی تغییر اقلیم و تغییراتی که وجود داشته در شرایط محیطی اونها هستن، ولی در حال حاضر اونها به مرحله رسیدن که شهرهاشون برنامه‌ریزی شده داره پیش میره. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم که اثراتی که توسعه بی‌برنامه شهرها در مناطق کمتر توسعه یافته در جهان جنوب یا در حال توسعه در جوامع در حال توسعه داره انجام میشه، اثراتش به مراتب بیشتر هست نسبت به شهرهایی که در مثلا جهان غرب یا در کشورهای توسعه یافته صنعتی وجود داره. نبود توسعه می‌بینیم که پیوستگی پوشش طبیعی زمین رو داره نشون میده که در بالاترین حد خودش هست و پوشش طبیعی زمین هم در بالاترین حد خودش هست. وقتی که ما شهر نداریم، شرایط طبیعی وجود داره. وقتی که برنامه‌ریزی شده باشه، پوشش طبیعی زمین کم میشه. بله باعث هم کم بشه چون که فضاهای انسان ساخت داره میاد. ولی پیوستگی طبیعی زمین رو رعایت میکنه، حفظ میشه در وقتی که برنامه‌ریزی شده باشه. ولی وقتی که بی برنامه باشه، مثل تهران، ما یک شهر ماکروسفالی بهش گفته میشه، بی برنامه در توسعه افقی شهر رو داریم و هم پیوستگی طبیعی رو در مورد زیستگاه‌ها به هم زده، هم پوشش طبیعی زمین تقریبا نابود شده، از بین رفته. پس ما در بحث تغییر و تبدیل کاربر پوشش زمین، ما همچین شرایطی رو ما میتونیم در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته و در نتیجه شهرهای برنامه‌ریزی شده یا شهرهای بی برنامه ببینیم. یک کاری است که برای شهر توکیو این کنترل ولوم یا CV حجم کنترل مطرح شده در ارتباط با تغییر موازین انرژی سطحی. ما در سطوح افقی غالبا میایم و میزان رادییشن یا نت رادییشن رو تابش ورودی رو در نظر میگیریم که به حالا گرمای محسوس، گرمای نهان یا گرمایی که به زمین وارد میشه رو ما در نظر میگیریم که موارد مصرفی اینا هستن و یک بیلان یا موازنی رو بینشون برقرار میکنیم. ولی وقتی که در داخل شهر هستیم، اون فضای هندسی که ایجاد شده، فضای هندسی متفاوتی که نسبت به فضای طبیعی وجود داره، شرایط متفاوتی رو ایجاد میکنه. در نتیجه به عنوان یک نسل، نه به عنوان یک سطح، بلکه به عنوان یک حجم باعث بهش توجه بشه، چون که ارتفاع داره، طول عرض داره، بایستی به صورت مکعبی به این توجه بشه که میزان ورود انرژی و خروج انرژی در این محدوده به چه شکلی میتونه مطرح بشه و مورد محاسبه قرار بگیره. یکی از موضوعاتی که در داخل شهرها و در ارتباط با گلوبال وارمینگ که مطرح میشه، بحث اربن ترمال لودها یا نتیجه اون جزیره‌گرمای شهری هست. یعنی بار گرمای محیطی در شهرها به واسطه مصرف مستقیم سوخت که مطرح میشه، انرژی که مطرح میشه، تغییر کاربری که انجام میشه یا حمل که وجود داره، تراکم جمعیت و متابولیسم اینها شرایط متفاوت میشه. آیا اوک میاد مطرح میکنه که شهرهایی که بالای 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشند حائز شرایط برای شکل‌گیری جزیره گرمای شهری هستند. پس در نتیجه پاپولیشن دنسیتی یا تراکم جمعیتی یکی از اون موضوعاتی است که در بحث ترمال لودها مطرح میشه. اندازه شهر مسلمه که تراکم جمعیت در یک محدوده‌ای باعث باشه تا مثلا به 1 میلیون یا بیشتر باشه و جزیره گرمای شهری شکل بگیره. پس اندازه شهر بسیار مهم هست. اینکه شهر فشرده است، اینکه پراکنده هست، برنامه‌ریزی شده هست یا چند هسته‌ای هست، اینا همشون میتونه مهم باشه. یا مناظر شهری در داخل شهر از مناظر طبیعی یا مناظر ساختمانی اینها به چه شکلی هست؟ بلند مرتبه سازی هست، مثلا خونه‌های ویلایی هست یا همگن هستند، یک نواخت هستند یا ناهمگن. کسری از مثلا سطوح نفوذناپذیر که خب در شهرها ما آسفالت و بتون و سنگفرش اینها داریم که جای پوشگیاهی و خاک این چیزا گرفته و شرایط متفاوت ایجاد میکنه. میزان انرژی مثلا گرمایی که از فعالیت‌های صنعتی، فعالیت‌های حمل و نقلی تولید میشه یا مثلا
فضاهای سبز و فضاهای مثل آبی که جریان رودخانه‌های دریاچه‌ای در شهرها وجود دارد و آلبدوی شهر و پس زمینه اقلیمی شهر که در مباحث قبلی بهشون اشاره کردیم که میاد و در موضوع اون گرمای شهری در داخل شهرها اثرگذار هست. بس همین این عواملی که اینجا خدمتتون عرض کردم تغییر اقلیم محلی در داخل شهرها رو سبب میشن و باعث بانی تغییر اقلیم محلی در داخل شهرها اینها هستند. من دلم نمیاد این رو هم خدمتتون عرض کنم که در داخل شهرها ما دو تا دید میتونیم داشته باشیم. دید آکادمیک که بر مبنای داده ها و آمار و ارقام هست به تغییراتی که در داخل شهر اتفاق میفته از جنبه اقلیمی مطرح میتونیم بکنیم. یکم از دید اون نگاهی که شهروندان، مسئولان یا ذی‌نفعان شهری بهش دارن، یعنی اون تغییر اقلیم درک شده، پرسیو بهش گفته میشه. ما چه چیزی رو در داخل شهر بدون که اصلا به داده ها توجه کنیم، چه چیزی در داخل شهرها در گذر زمان در طی 20 سال، 30 سال، 40 سال میتونیم ببینیم. یکی میگه که بله ما آلودگی زیادتر شده، اینکه ماندگاری برف کمتر شده، یا اینکه باران کمتر شده، بارش ها مثلا بهاری تر شده. اینها چیزایی است که درک میشه به وسیله مردم و این میتونه یک اطلاعات متفاوتی از اون داده هایی داشته باشه که ما در اختیار داریم و داریم کار میکنیم. چه بسا که اینها اهمیتشون اون بحث شرایط درک شده توسط شهروندان یا مثلا ذی‌نفعان شهری مهمتر باشه برای برنامه‌ریزی در راستای توسعه آتی شهر بهش پرداخته بشه. و اما در رابطه با بحث آب، چرخی آب خدمتتون عرض کردم که متفاوت میشه. یک نمونه برای شهر تهران رو من خدمتتون آوردم اینجا که در داخل شهر خب ما 10 مثلا روددره داریم در بالای شهر تهران، از دارآباد و سرخسار بگیریم تا بره به اصطلاح غرب تهران، کن و غیره که هستن در اونجا. اینها رو اومدن در شهر تهران به دو بخش غربی و شرقی تمام این جریان‌ها رو تقسیم کردن. یعنی یک ابرویی شرقی داریم که تمام این جریان‌ها رو از ولنجک به سمت شرق رو تماما رو اینها رو منحرف کردن به سمت سرخسار و محدودی پایین دستش کلاً خالی شده، یا جریان‌ها به سمت شرق منحرف شده. ابروی شرقی تهران تشکیل میده. و از درکه به سمت غرب را هم تماما جریان‌ها رو منحرف کردن به سمت رودخانه کن و از طریق رودخانه کن و شهر آفتاب میاد و از تهران خارج میشه. یعنی اومده و محدودی مرکزی شهر رو به صورت حالا با تونل ها و کانال هایی که و انحراف هایی که وجود داشته، سد هایی که آببند هایی که زده شده، تماما اینها رو تنچیز کردن، ایمن کردن از جریان آب و به دو بخش شرقی و غربی کلا تقسیم شده. بس این یک شرایط متفاوتی از شرایط طبیعی است که در این محدوده در زمانی که مثلا در 150 سال قبل شهری نبوده اتفاق افتاده. و اما من خدمتون رویه‌های مربوط به شهرها رو در گزارش ششم IPCC، حالا گزارش هفتم اومده، من اون رو در دسترس نداشتم، از ششم استفاده کردم. مراجعه بکنید، این رو دانلود بکنید و نگاه بکنید. فصل ششم این گزارش مربوط به شهرها هست و سکونتگاه‌ها و اون زیرساخت‌های کلیدی یا مهمی که وجود داره. عمده تمرکز مثل IPCC به شهرها در این مثلا گزارش که ارائه کرده مربوط به ادپتیشن هست، یعنی سازگاری هست. عمدتاً اومده و سازگاری رو در بحث شهرها هم از جنبه زیرساخت‌های اجتماعیشون، حالا اون الگوی اجتماعی، سرمایه اجتماعی یا سرمایه انسانی که وجود داره، انگاره‌های اجتماعی که هست، فرهنگی که وجود داره، یا از منظر مثلا راحل‌های نیچر بیسد یا مثلا طبیعت محور که اومده بر مبنای اون ویژگی‌های طبیعی که در اونجا وجود داره. ما در گذشته این شرایط رو داشتیم در شهرهای مختلف، مثلا در شهرهای مرکزی اون معماری مربوط به خونه‌ها یا حیات مرکزی که وجود داشته، استفاده از بادگیرها که وجود داشته، آب انبارهایی که وجود داشته.
یخچال‌ها و غیره‌ای که وجود داشته، نوع مصالحی که استفاده می‌شده، گنبدی شکل بودنشون، همینها به صورت نیچر بیس بوده و بر مبنای این شرایط طبیعی وجود داشته، یا بر مبنای مثلا زیرساخت‌های فیزیکیشون، حالا در رابطه با مثلا اون محیط طبیعی که در اونجا یا شرایطی که در اونجا مثلا وجود داره به لحاظ ساختار شهری یا غیری که وجود داره. و در راستای همین اومده یک سری کیس استادی هایی رو، مطالعات موردی رو مطرح کرده که مثلا در سمارانگ اندونزی این رو بهش اشاره کرده، یا شینشیان چین بهش پرداخته در منطقه، حالا در بحثش چین بحث منطقه صنعتی چین هست، یا در برخی شهرهای دیگه‌ای که اومده و بهش مطرح کرده یک سری رو، و در نهایت سوالهای مرتبط با این موضوع رو بهش اشاره کرده که من خدمتتون این رو عرض بکنم. میاد و مطرح میکنه که چرا و چگونه شهرها، سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها در برابر تغییر اقلیم آسیب پذیرند. خب ما بایستی به این توجه بکنیم که چرایی این آسیب پذیری شهرها، چون که آقای دکتر فرزانه هم که در همون مقدمه فرمودن هم قربانی تغییر اقلیم هست، هم مثلا میتونیم بگیم که عامل اصلی تغییر اقلیم. پس در نتیجه حالا این چرا در برابر تغییر اقلیم آسیب پذیر هست بهش بایستی پرداخته بشه. یا خطرات اقلیمی مهمی که مثلا شهرها و سکونتگاه‌ها با اون مواجه هستند، یا شهرهای آسیب پذیر به خصوص در جهان جنوب با اون مواجه هستند، چیا هستند و چگونه ما میتوانیم این خطرات رو کمتر بکنیم. یعنی راه حل بیس هست، ما باید دنبال سولوشن ها بگردیم. یا چه اقدامات سازگاری ما میتونیم در ارتباط با این مطرح بکنیم، هم در مقیاس شهری، هم در مقیاس منطقه‌ای، هم در مقیاس حتی محلی و ساختمان. خدمت عرض کردم شیوه زندگی سازگار با آب و هوا میاد و در مقیاس ساختمان، در مقیاس شهر و مقیاس محله به این میپردازه. حتی جهانیش در ارتباط با مصرف انواع محصولات غذایی بهش میپردازه. یا اقداماتی که خطرات اقلیمی را در شهرها و سکونتگاه کاهش میده، چگونه میتواند به کاهش فقر شهری، افزایش عملکرد اقتصادی و کمک به کاهش تعدیل اقلیم کمک بکنه، و چه ابزارها و استراتژی‌های حاکمیتی و مالی میتوانیم در ارتباط با سازگاری اقلیمی در نظر بگیریم. شرایطی که در کتاب اون ترور اقلیمی که از نگاه ژئوپلیتیک به تغییر اقلیم میاد و نگاه میکنه رو بهش توجه میکنه که عدالت اقلیمی به چه صورت بایستی لحاظ بشه، کمک ها در ارتباط با شهرهای مثل جوامع مختلف به چه صورت باید انجام بشه که جوامعی که ناپایدار هستند، جوامعی که تحت تاثیر تغییر اقلیم در بحث جهان جنوب هستند، هر روز ناپایدارتر نشن به واسطه وام هایی که داده میشه و هر روز مقروض‌تر میشن به کشورهای غربی. پس اینه که این توسعه‌ای که مطرح میکنن توسعه پایداری نخواهد بود، یا نگرش و رویکرد درستی نخواهد بود به موضوع مثلا راهکارهایی که از طریق حالا IPCC یا ایرنا یا حالا UNFCCC که در بحث کاپ ها بهش پرداخته میشه نمیتونه کاملا درست و مؤثر پیش بره. در همین ارتباط ما واسه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم UNFCCC رو خدمت عرض کردم که داریم که مجری مثل اجرای مثل کاپ ها هست که در هر سال در یکی از شهرهای جهان برگزار میشه. کاپ 28 در دبی، کاپ 29 در باکوی آذربایجان، در دو تا همسایه مثل جنوبی و شمالی کشور ما بودن که در این هر دوی اینها به بحث تغییر اقلیم و اثرش بر روی سلامت و زندگی شهری تاکید زیادی شد و به ویژه بحث آلودگی ها و بیماری ها بهش پرداخته شد. یا در اهداف توسعه پایدار SDG بهش بپردازی، هدف 11 مربوط به
جوامع و شهرهای پایدار میاد و یک سری موضوعات رو مطرح میکنه که حالا ما بایستی به این بپردازیم که کدوم یکی از این هدفها در شهرهای ایران، در شهر تهران، در شهر اصفهان، مشهد، تبریز و غیره اعمال میشه یا مراعات میشه، چقدر به اینها ما میتونیم بپردازیم و از اینها بهره بگیریم یا در راستای اینها از این راهبردها و سیاستها بهره بگیریم برای اینکه جوامع و شهرهای پایدارتری کمتر آسیب پذیر و یا تاب‌آورتری رو در برابر تغییر اقلیم شاهد باشیم. در همین ارتباط حالا کتاب شهرها و تغییر اقلیم رو بالا معرفی کرده بودم، ولی اینجا چون که یک کتابی و اثری خارجی هست رو من خدمت آوردم که اینجا دیده بشه. در رابطه با نیو اربن آجندا یا دستورکار جدید شهری که مطرح شده 5 تا میاد و مثلا رکن اصلی رو برای دستیابی به اهداف توسعه پایداری که در توافقنامه پاریس بوده مطرح میکنه. سیاست‌های ملی به شکل باشه، قوانین شهری که در اون حاکمیت مثلا اون شبکه حاکمیتی خدمتتون عرض کردم، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، اقتصاد محلی و چگونگی اجرای محلی برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها رو بهش میپردازه که جنبه اقتصادیش بیشتر بولد شده، برجسته شده و به چه شکلی باید تأمین مالی بشه در این شهرها، در این جوامع و به چه صورت کمک‌ها باید به اونها عرضه بشه که مغروض‌تر نشن، مشکلاتشون بیشتر نشه و توسعه متوازن رو بهش برسن رو میاد و بهش میپردازه. در رابطه با مثلا نقشه‌های اقلیم شهری یا پرداختن با موضوعات اقلیم شهری خدمت عرض کردم در کتاب نگاشت اقلیم که مطرح کردم از آلمان شروع شد. از 1970 این گسترش پیدا کرد به شهرهای پیرامونش و آسیا، جنوب مثل آمریکای لاتین به خصوص آمریکای جنوبی و بعدش به سمت مثل اروپای غربی بهش پرداخت شد و در نتیجه در ایران هم ما چند نمونه رو مثلا انجام دادیم و در نقشه مثل جهانی پرچم ایران هم اومده و در نتیجه ما میبینیم که در رابطه با بحث مثلا اقلیم شهری که به خصوص مثلا در ارتباط با کشورهای اسکاندیناوی ملاحظه بفرمایید، سوئد و مثلا نروژ بسیار بهش پرداختن و برایشون خیلی مهم هست که این تغییر اقلیم چه آثار و پیامدهایی در شهرها و منطقه کشور اونها خواهد داشت. یا در پاریس بعد از اینکه در سال 2000 اگر اشتباه نکنم 3 بود یا 13 بود، الان این چیز کردم می‌خورده شک دارم، وقتی که اون موج‌های گرمایی در پاریس اتفاق افتاد و جمعی بسیار کشته شدن در این قضیه بهش پرداختن، یعنی اومدن روسی مپ ها رو در داخل و برای شهر پاریس هم اعمال کردن. یا در شهرهای چین، خیلی شهرهای چین انجام شده، در ژاپن به خصوص در توکیو، هیروشیما اینها اومده و کار شده و ویتنام و تایلند اینها هم که بهش پرداختن. پس اینه که به اقلیم شهری و همچنین تغییر اقلیم در شهرها به شدت پرداخته شده، متوجه هست چرا که مهمترین مثلا سکونتگاه‌های انسانی یا تجمع جوامع انسانی رو تشکیل میدن. حالا پیامدهایی که تغییر اقلیم در ایران داشته رو بهش نگاه بکنیم، انواع اقسامش رو که من مثلا آوردم، حالا خشکی دریاچه ارومیه در اینجا یا آلودگی شهرها که ناشی از اون صنایع و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی هستش که وجود داره، تغییر اقلیم در بحث خشکسالی‌ها، سیلاب‌هایی که وجود داره. حالا این آتش‌سوزی برای لس آنجلس هست اینجا آوردم، ولی در بحث کشور ما هم میتونه همچین اتفاقهایی بیفته. یا پدیده گرد و خاک که در شهر تهران هم ما شاهدش بودیم، در شهرهای مختلف کشور ما این پدیده وجود داره و اون پیامدهایی است که ناشی از تغییر اقلیم چه در بعد جهانی لحاظ بکنید چه در بعد منطقه‌ای و محلی، این در کمین شهرهای ما هست و حتما یک مهمترین چالش محیطی و انسانی. وقتی که این تغییر اقلیم رو از یک چالش طبیعی تبدیل کنیم به یک چالش انسانی، اون موقع شاید
یه قلقلکی بیاد مسئولان رو توجهشون رو جلب بکنه و بهش بپردازن، وگرنه که اگه طبیعی بگیم خیلی در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان ما قرار نمیگیره. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم که اثرات تغییر اقلیم در شهرهای ما به وضوح از دهه‌های قبل شروع شده، وجود داره و با فرونشست زمین که ناشی از برداشت آبهای زیرزمینی بی‌رویه‌ای که وجود داره در دشت‌های مرکزی، در دشت‌های غربی کشور به شدت رخ داده. اینها تسری پیدا کرده به داخل شهرها که مثلا آقای درویش مثلا در مورد شهر اصفهان گزارش‌های متعددی تهیه کرده که به مثلا نقش جهان رسیده این فرونشست‌ها و اثراتش رو در دیواره‌هایی که در مثلا اونجا وجود داره. یا فرودگاه اصفهان دیده شده، در ورامی، در منطقه 22 تهران، در دشت قزوین، در دشت همدان، دشت‌های شمالی همدان. ما اینها رو می‌بینیم و بایستی بهش توجه بشه که شهرها در معرض مشکلات بسیار حادی در آینده نزدیک قرار خواهند گرفت. فقط بحث کمبود آب نیست یا فقط کمبود یا ناترازی انرژی نیست، بلکه بحث‌های اقلیمی و اثرات و پیامدهای ناشی از اون بسیار میتونه مهمتر و اثر بخشتر باشه. و اما یک سری کارهای در داخل شهر انجام شده و شاید عدالت نباشه که ما به اینها نپردازیم. حالا این ارائه بود که من در کنفرانسی که برای در این مورد مطرح بود برای در تایلند که البته به صورت مجازی بود ارائه کردم رو آوردم. این نمونه‌ای بود که من قبلا اشاره کردم که در شهر تهران برای اینکه مدیریت سیلاب انجام بشه متمرکز کردم بر دو جریان شرقی و غربی و محدوده مرکزی شهر کاملا ایمن کردن در این مورد. یا استفاده از آب چرخانی در داخل شهر که ما در شهر تهران تصفیه‌خانه‌های بزرگی داریم، در شهرهای بزرگ کشور ما هم همچنین هست که آب فاضلاب میره و در اونجا تصفیه میشه و بازچرخانی میشه. برای مصارف مختلف اینها برمیگردن، یعنی به عنوان آب سیاه میرن به تصفیه‌خانه ها و در نهایت اینها برای مصارف بخصوص برای مثلا فضاهای سبز اینها استفاده میشن. که حالا من یک نمونه که اینجا آورده بودم، تا سال 2030 قرار شده که 145 میلیون متر مکعب آب برای مصرف فضاهای سبز تهران از مثلا آب چرخانی، آب مثلا حاصل از پساب، تصفیه پساب‌ها استفاده بشه. یا نمونه دیگه‌ای که مطرح هست در داخل شهر تهران، خب درسته بر مبنای اون شاید دستورالعمل‌ها یا توافقنامه پاریس نباشه، ولی خودش کاهش دهنده یا به عنوان میتیگیشن میتونیم از اینها یاد بکنیم برای بحث مثلا خطوط مترویی که در شهر تهران داره هر روز توسعه پیدا میکنه، یا شهرداری میاد و خطوط یا مسیرهای دوچرخه ایجاد میکنه. حالا چقدر ازش استقبال میشه، اینها بایستی بهش پرداخته بشه یا تبلیغاتش بیشتر بشه که اینها هم یک مثلا فعالیت هایی است که انجام میشه. یا اینکه در رابطه با مدیریت پسماندها که در شهر تهران مطرح میشه، حالا شاید خیلی چیز نباشه، قابل دفاع نباشه شرایط، ولی رو به جلو هست و بحث مدیریت پسماند مطرح هست. تفکیکش حالا در مبدا انجام نمیشه ولی به واسطه یک سری نیروهای اینها انجام میشه و میره در دپوهای 13 گانه‌ای که در شهر تهران هست، اینها بازیافتشون انجام میشه برخی هاشون، و حالا ادعا هم بر این هست که تولید انرژی هم دارند. حالا تا چه حد درست باشه من واقعیتش خودم نمیدونم. ولی یک سری چالش های هم ما داریم برای اینکه بتونیم تغییر اقلیم رو در شهرهای خودمون مدیریت بکنیم. به خصوص بحث تحریم ها هست، من بهش بایستی اشاره بکنم که از جنبه تأمین منابع مالی بسیار برای ما حائز توجه هست که تحریم ها برداشته بشه یا بتونیم ارتباط ها رو برقرار بکنیم که منابع مالی برای انجام مثل اون سیاست ها و راهبردهایی که در راستای سازگاری یا کاهش وجود داره بهش بپردازیم. چرا که زیرساخت‌های فرسوده یا
بس منابع مالی کافی برای بس این تحرکات اقلیمی وجود نداره. یا ما زیرساخت‌های فرسودی در بحث‌های مختلف حالا توزیع و پخش فرآورده‌های نفتیمون یا سوخت‌های فسیلیمون داریم، چه بین شهری چه در داخل شهرها، و اینها راندمان یا عملکرد مصرف رو بس کاهش میدن، عملکرد یا تولید آلاینده ها رو در اینجا خیلی زیاد هست. و همچنین بحث مثلا اجتماعی که ما بایستی آگاهی بخشی رو در داخل شهر برای شهروندان بیشتر بکنیم که نسبت به موضوع تغییر اقلیم بیگانی یا بی‌تفاوت نباشند. در رابطه با شهر تهران وقتی که تاب‌آوری اقلیم شهری رو کار میکنیم 26 تا این دوتاش پای مونده 26 مؤلفه یا مثلا حالا گویه بهش میگن دوستان جغرافی انسانی ها، گویه واسهشون تعریف شد و در اینها اومدیم و از نمودار متقاطع مؤلفه‌های کلیدی برای شناسایی پیشران‌ها و محرک‌ها استفاده کردیم که اونهایی که در دووجهی قرار گرفته بودن را به عنوان پیشران‌ها لحاظ کردیم که در این قسمت ملاحظه میشه که ما اونهایی که دووجهی هست نهادهای عمومی دولتی که همون شبکه حاکمیتی هست که شهر رو در کنترل داره، تصمیم‌هاشون، منابع مالیشون، پولی که در دسترس دارن، مدیریت جامعه و حمل و نقل غیری که یا توزیع کالا غیری که در دست اونها هست. عوامل محیطی به خصوص از اون پس زمینه اقلیمی یا بک‌گراند اقلیمیشون، بک‌گراند محیطی مهم هست، یا سرمایه‌گذاری در چه حدی مطرح باشه یا گسترش فیزیکی که مطرح میشه. اینها پیشران‌هایی بودن که به دست اومدن و در نتیجه ما بر اساس واریانت هایی که وجود داشتن اون سناریویی که برای ایجاد شرایط تاب‌آوری اقلیم شهری رو در برابر شهر در برابر تغییر اقلیم داشتیم رو به دست آوردیم که در سناریوهای سگانه اینها مطرح شده که حالا به صورت به عنوان نمونه من در آخر مباحث خدمتتون خواستم که عرض کرده باشم. فکرم خیلی طول کشید، بیشتر از 1 ساعتی که آقای دکتر فرزانه فرموده بودن من کش دادم. حالا این را هم دوستان خودتون ملاحظه بفرمایید. یکی از موضوعاتی است که واسه اقلیم شهری که میتونه در بین تمام مسائلی که در داخل شهر هست اون تصمیم سازان رو بیاد در تصمیمشون دخیل باشه. خیلی ممنونم از توجهی که داشتید. من خدمتتون هستم در بخش دوم به سوالهایی که مطرح میشه یا قسمت مهمی که هست، یعنی پرسش و پاسخ و گفتمانی که شکل بگیره، با همدیگه گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنون جناب آقای دکتر شمسی‌پور بزرگوار به خاطر ارائه خیلی ارزشمند جناب عالی. در قسمت سوالات یکی از دوستان فرمودن که بیشترین مخاطرات اقلیمی شهر که شهر تهران رو تهدید میکنه کدوم هستن و فرمودن که منظورم اینه که توی شهر تهران مصداق بارز مخاطرات اقلیمی کدام هست و چه مناطق یا پهنه‌هایی از شهر تهران در معرض هستند؟ آیا بیشتر پهنه‌های شمالی در معرض هستند یا پهنه‌های جنوبی؟ ممنون میشم که این سوال رو آقای دکتر بر اساس مطالعاتی که داشتید پاسخ بدید. شهر تهران یک شرایط محیطی خیلی جالب توجهی داره. ما فقط محدودی شهر تهران یعنی 615 کیلومتر مربع شهر محدودی قانونی شهر تهران رو هم در نظر بگیریم، نزدیک 800 متر اختلاف ارتفاع وجود داره. چون که پدیده‌های طبیعی در واحدهای سیاسی یا اداری نمی گنجه، ما میتونیم این رو بزرگتر در نظر بگیریم، از پایین دست در محدوده مثلا دشت کویر در نظر بگیریم تا مثلا ارتفاعات توچال، میبینیم که اختلاف ارتفاع بسیار زیادی در فاصله بسیار کوچیکی وجود داره. بس این یک مسئله اولیه هست و پایه هست که بایستی بهش توجه بشه.
در رابطه بحث حالا این اختلاف ارتفاع اختلاف در شرایط اقلیمی رو ایجاد میکنه، اختلاف در میزان بارش رو، نوع بارش رو، اختلاف در دماهای زمستانه، تابستانه یا شبان روزی رو، اختلاف فشار که خودش منجر به بادهای ثقلی میشه، جریانهای کوه به دشت یا بعضا دشت به کوه رو ما خواهیم داشت در این مورد. اختلاف در میزان و نوع پوشگیاهی، تراکم پوشش گیاهی، نوع خاک، ضخامت خاک، مخروط افکنه‌ها، دشت‌های رسوبی، رخنمون‌های سنگی. ببینید که این تفاوت در ارتفاع یا تغییرات ارتفاعی خودش منبع تغییرات متعددی هست که در این محدود وجودی شکل میده. حالا همین رو در نظر بگیریم در ارتباط با شهر. از جنوب شهر، از جنوب قسمت شهر در نظر بگیریم، بیایم به بالا حرکت بکنیم، پیاده یا با ماشین بیایم به سمت بالا. زمین مثل هر قدمی که برمی‌داریم زمین گرونتر میشه از جنوب به شمال، خونه ها گرونتر میشن، مردم پولدارتر میشن یا وضعیت مالیشون بهتر میشه، سرانه ها بهتر میشه، سرانه فضای سبز بیشتره، سرانه های تفریحی و تفرجیشون بیشتره. ببینید به چه شکل در میاد. یعنی ما در رابطه با بحث ویژگی‌های طبیعی و ویژگی‌های انسانی یک شرایط ارتباط مستقیمی داریم بین از جنوب به شمال. این رو من خدمتتون عرض بکنم. خب نوع مخاطراتی که در این ارتباط میتونیم نسبت در هر منطقه براش لحاظ بکنیم من با هم فرق خواهد کرد. یعنی در قسمت‌های شمالی با توجه به اون شرایطی که شرایط محیطی و اقلیمی که وجود داره شرایط فرق می‌کنه نسبت به شرایطی که در جنوب تهران و مرکز تهران باهاش مواجه هستیم. در قسمت شمالی تهران اون 10 تا روددره‌ای که خدمتتون عرض کردم در زمانی که مثلا آقا محمد خان قاجار اومد و شهر تهران رو به عنوان مرکز سیاسی کشور لحاظ کرد، اونها منبع جریان‌های خنک بودن. جریان‌ها هم جریان هوای خنک و مطبوعی که بود، هم جریان آب‌هایی که در اونجا وجود داشت. می‌بودن مسیر طبیعی خودشون طی می‌کردن، آب گوارا، آب تمیزی که با اونها وجود داشت و پوش طبیعی و پوشگیاهی درختی که در اونجا وجود داشته. که آقای پترو دلاواله میاد سفری که از اصفهان به سمت فره‌آباد مازندران داشته، از تهران که میگذره میگه شهر کلاغ‌ها، یعنی اونقدر درخت چنار و درخت تبریزین ها در اینجا زیاد بوده و روی اونها مثلا کلاغ اینها زیاد بوده که شهر کلاغ معروف میشه از اون زمان. پس این روددره‌ها الان منشأ خطر شدند به واسطه بارگذاری مثلا ساختمانی که اتفاق افتاده. یک درکه سر بزنید، یعنی در اونجا ساختمان‌های 10 طبقه و بالاتر بیشتر هم دیده میشه. یک دره باریکی که مشرف به رودخانه هست، رودخانه که اصلا دیده میشه چون که به وسیله اون سفره‌خونه ها و اینها پوشیده شده، روشون کاربری گذاشته شده و دامنه های که شیب بسیار بالایی هم دارن اومده و ساختمان های 10 طبقه، 5 طبقه و کمتر بیشتر کار گذاشته شده و اونها مستعد به روانگرایی یا بگیم که لغزش اینها هستن که میتونه همچین اتفاقی بیفته. در رابطه با حالا بعضی ها مثلا مثل پارک حجاب هست اگه اشتباه نکنم، یکی از روددره اگر اشتباه نکنم فرهزاد باشه، خب این شرایطش متفاوت تر شده. یا ما مثلا در سال 64 اگه اشتباه نکنم 64 بود دیگه، مرداد ماه 64 که یک سیلاب عظیم در همون روددره مثلا دربند و تجریش میاد و کشته های زیادی رو از شهر تهران میگیره. یا بالا دستش امامزاده داوود که در سال گذشته تابستان سال گذشته کشته داد به واسطه سیلابی که وجود داشت. حالا یخبندان و نمیدونم بحث‌های دیگه هم که لغزندگی اینها هم که در بحث زمستان میتونه مورد توجه باشه. و اما مشکلاتی در پایین دست وجود داره. یعنی من
مثلا بچه که بودم میشنیدم که در جنوب شهر تهران دستشویی ها، مخزن دستشویی ها در بالا قرار میگیره. چرا که شیب سطح زمین به شکلی هست که در اونجا آب نزدیک سطح زمینه و چاه نمیتونن بزنن. ولی الان آب به اعماق مثلا چند 10 متری رفته دیگه، اونجا مشکل مثلا هم چیز نداره. ولی به واسطه اینکه رسوبات در اونجا خیلی ضخیم هست، وقتی که آبخوان خالی بشه امکان فرونشست در اونجاها و در نتیجه آسیب رسوندن به زیرساخت‌های شهری وجود خواهد داشت. محدودی مرکزی شهر تهران یک بافت بسیار فشرده هست، فشرده ساختمانی، فشرده فعالیتی، فشرده به لحاظ تراکم جمعیتی، فشرده به لحاظ تراکم شبکه‌های دسترسی، یعنی حمل و نقل بسیار شدید، زیاد. وقتی که اینجا تراکم ساختمانی و جمعیتی اینها فعالیتی زیاد هست و همچنین ما سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایینی داریم در اون محدوده‌ها، تهویه هوا انجام نمیشه. در نتیجه مشکل چی داره؟ آلودگی هوا در اونجا مطرح میشه. پس نوع مشکلاتی که هر کدوم از مناطق شهر تهران باهاش مواجه هستن با هم فرق داره. ولی در کلیتش وقتی که ما میریم مثلا بام تهران، توچال، ایستگاه پنجم، ایستگاه هفتم، میبینیم که کل شهر در زیر لایه آمیخته یا لایه وارنگی قرار گرفته و تمام شهر مثلا هزاران تن آلاینده ها روی شهر سوار شده، چون که اون شرایط منطقه‌ای شهر تهران، اقلیمی شهر تهران هست که این شرایط رو ایجاد میکنه. پس برخی مشکلات محلی و منطقه‌ای است و برخی مشکلات فراگیر و برای کل شهر هست، برای کل شهر و پیرامون شهر هست. وقتی یک طوفان گرد و غباری از گرد خاکی از سمت جنوب میاد، کل شهر رو فرا میگیره. خیلی فرق نخواهد کرد که شمال تهران جنوب تهرانه. وقتی خشکسالی میشه، کمبود آب داریم، شمال تهران جنوب تهران خیلی با هم فرق نداره. ولی به لحاظ فرونشست چرا با هم دیگه فرق خواهند کرد. حالا آبخوان در کدوم قسمت بیشتر تخلیه شده یا آسیب پذیرتر هست یا بارگذار یه ساختمانی زیادتر شده، روی اون لایه ها فشار بیاد و فرونشست انجام بشه، یا آلودگی در کدوم قسمت ها شدیدتر باشه نسبت به کدوم قسمت های دیگه. پس اینه که شرایط در شهر تهران میتونه از مقیاس کوچیک در نظر گرفته میشه تا مقیاس های منطقه‌ای. ما جنوب تهران دشت ورامین رو داریم که بعضا، حالا من نمیدونم چقدر اینها معتبر هستن، ولی نوشته میشه که رکورد فرونشست در جهان را شکست، یعنی با بیشترین میزان فرونشست در مقیاس سالانه رو دشت ورامین در جنوب تهران داره. ما میدونیم که خب تهران بر روی دشت‌های رسوبی و دشت سیلابی قرار گرفته. شمال تهران در روی حالا قسمت‌های از شمال تهران در روی مخروط افکنه‌ها یا تراس‌هایی هستن، مثلا مخروط افکنه‌ها و تراس‌هایی هستن که در اون محدوده هستن، ولی بقیه‌شون میشن دشت سیلابی و دشت رسوبی که هر چقدر به سمت جنوب بیاین اینها دانه‌ریزتر، بافتشون مثلا فشرده‌تر و در نتیجه همچنین بس عمق این چیزها رسوبات بیشتر. این دشت رسوبی، دشت سیلابی که هست، مهمترین منابع آبهای زیرزمینی هستند، چون که اینها جزو رسوبات یا نهشته‌های دوران چهارم کواترنری هستند و در همه جای دنیا این رسوبات یا نهشته‌های دوران چهارم منبع اصلی هم دشت هستند، هم منبع اصلی آبهای زیرزمینی رو تشکیل میدن. حالا ما برداشت آب که انجام بدیم در هر نقطه‌ای که این تخلیه بخواد بیشتر انجام بشه یا رسوباتش و اون نهشته‌ها مثلا فشار از بالا بهشون بیشتر باشه، مسلماً فرونشست هم بیشتر خواهد شد. در جنوب تهران شاید مثلا ما بیشتر داشته باشیم، یک مسئله اتفاق میفته، این که خسارت‌های مالی که در جنوب تهران در محدوده‌های کشاورزی یا محدوده‌هایی که طبیعی باشن خیلی رخ نخواهد داد
ولی در شمال تهران که اتفاق بیفته خسارت‌های مالی و شاید تلفات جانی خیلی بیشتری رو متحمل بشیم. خیلی عالی آقای دکتر عزیز، استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند جناب عالی. اگه اجازه فرمایید من آقای کرد زنگنه رو هم که فرمودن رو من اشاره بکنم، بعدش من خدمتتون هستم آقای دکتر. بله جناب دکتر، چون صداتون قطع شده بود من فکر کردم که توضیحاتتون ما در خدمت شما. من داشتم میخوندم این کامنتی که آقای کرد زنگنه گذاشتند. من خدمتتون در یکی از عرایزم گفتم که تا وقتی که یک پدیده، یک اتفاقی یا مخاطری طبیعی لحاظ بشه یا به عنوان یک پدیده طبیعی ازش نام برده بشه، خیلی اولویتی نخواهد داشت. وقتی که اینها رو به عنوان یک پدیده هایی که انسانی هستند، مخاطرات انسانی ازشون نام ببریم، اون موقع هستش که اولویت پیدا میکنه. وقتی آلودگی هوا رو ما به عنوان یک مخاطره انسانی در نظر بگیریم که هم در بحث تلفات انسانی، بحث سلامت، بهداشت و همچنین بحث بودجه و مبالغ، یعنی بحث اقتصادیش رو بیایم برجسته بکنیم، بیشتر بهش اولویت داده میشه. خشکسالی هم به همین شکل، سیلاب هم به همین شکل. تغییر اقلیم، آقای جاناتان هارینگتون میگه که یک پدیده‌ای هست که در حیات خلوت مردمه، یعنی برای همسایه است. اینجور چیز ما اینجور میگیم، این برای همسایه است، یعنی هیچ کس هنوز اثرات اون رو نمیدونه یا برای خودش نمیگیره. میگه که خب من رعایت نکردم، اون یکی رعایت بکنه، تنها من رعایت کنم هیچ اتفاقی نمیفته. پس اینی که تا وقتی که ما شهروندان آگاهی نباشیم، اون پکیج های آموزشی لحاظ نشه یا مطالبه از مسئولان صورت نگیره، اونقدر گپ و مشکلات و اولویت هایی در شهر وجود داره که این مباحث اصلا کلا خارج میشه، میگن که به عنوان مباحث لاکچری بهش پرداخته میشه. مباحث مثلا کارگران و تاکسیرانی و اتوبوسرانی و مترو و نمیدونم زیرساخت‌ها و غیره مطرح میشه، ولی وقتی به بحث تغییر اقلیم محیط زیستش مطرح میشه، خب یعنی که حالا بحث لاکچری، اینم یک مقدار بودجه برای اینها، یعنی بودجه درستایی در اولویت قرار نمیگیره. خدمتتون اینجا من بیارم این رو، در این قسمت نهادهای عمومی و دولتی که اینجا به عنوان دووجهی و اثرگذار و اثرپذیر لحاظ شدن، بسیار مهمه که در چابکسازی یا در اولویت قرار دادن مباحث خیلی مهمه. تضعیف عملکرد یا بهبود عملکردشون، تقویت نقش حمایتیشون، خب اینها مهمند که اگر ما بتونیم اولا اون مسئولانی که وجود دارن آگاهی بخشی نسبت به اونها انجام بشه که درک بکنن که چه اتفاقایی میفته، چون که تصمیم ساز و تصمیم گیرنده و میتونن بحث تولید پکیج های آموزشی هم اونها داشته باشن، در نتیجه اونها تسری بدن به جامعه و جامعه هم حالا آموزش میبینه، آموزش دیده میشه و مطالبه گر میشه و در نهایت اینها فیدبک هایی هستن که بین مسئولان و شهروندان زینفعان دیده میشه و در نهایت اثرات خودش رو در بحث شهرها میتونه برجسته رو و بهتر نمایش بده. من خدمتتون هستم. خیلی عالی جناب دکتر، استفاده کردیم از ارائه بسیار ارزشمند جناب عالی. ممنون هستیم از دوستانی که به صورت حضوری در نشست، به صورت برخط در نشست حضور داشتن. بنده یک خلاصه ای از مطالب ارزشمند جناب دکتر رو ارائه میکنم و اگر جای اشتباه شده آقای دکتر راهنمایی بفرمایند. چون در ابتدای ارائهشون
منابع علمی فوق‌العاده ارزشمندی که بخش زیادی نتیجه حدود 2 دهه فعالیت‌های علمی ایشون و تیمشون بوده رو ارائه کردند که همه در زمینه موضوع شهرها و تغییر اقلیم بود. به طور ویژه وارد بحث‌های علمی شدند که مفهوم سیستم شهری و 4 مؤلفه اصلیش رو تبیین کردند و پس از اینکه سیستم شهری رو در مورد مؤلفه‌هاش صحبت کردند، وارد بحث سیستم اقلیم شدند و در نهایت بحث سیستم اقلیم شهری رو ابعادش رو تبیین کردند و یک نیم نگاهی به شرایط کشور خودمون داشتن در ارائه‌هاشون. به طور مثال محاسبه فوق‌العاده نگران کننده‌ای که در طی 70 سال دمای شبانه شهر تهران 3.9 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده رو بهش اشاره کردن و با این فکت ها وارد این موضوع شدن که ما در شهرهایی که داریم در کشورمون از منظر بحث پدیده تغییر اقلیم، هم از منظر بحث جهانی در مقیاس جهانی، هم از منظر بحث محلی آسیب پذیر هستیم و نیاز هست که به طور ویژه به موضوع شهرها و تغییر اقلیم بپردازیم. اشاره ویژه‌ای داشتن به رویه‌های بین‌المللی که در زمینه شهرها و تغییر اقلیم شکل گرفته. به گزارش‌های IPCC اشاره کردند، به ویژه گزارش ششم IPCC و مستنداتی که در فصل ششم اون بهش اشاره شده و تأکید کردن روی بحث رویکردهای مبتنی بر طبیعت یا نیچر بیس سولوشن و ظرفیت ارزشمندی که در کشور ما هم وجود داره. اتفاقاتی که گذشتگان ما رقم می‌زدن و امانتیه در اختیار ما که ما به خوبی ازش محافظت نکردیم و متاسفانه به خوبی هم در محافل بین‌المللی نتونستیم اونها رو ارائه بکنیم و نیاز هست که در این زمینه این داشته‌هایی که داریم که میتونه به عنوان رویکردهای مبتنی بر طبیعت در زمینه سازگاری شهرهامون با تغییر اقلیم از اونها نام ببریم. بحث آب انبارها رو ما داریم، بحث بادگیرها رو داریم و انواع روش‌های معماری دوستدار محیط زیست و سازگار با تغییر اقلیم که روی اینها میشه مطالعات انجام بشه و مستنداتش در مجلات بین‌المللی چاپ بشه که مشخص باشه تمدن ایرانی تمدنی هست که میتونه در این زمینه حرف برای گفتن داشته باشه. از این منظر ورود کردن. در مورد بحث خطرات و راهکارها صحبت کردن و چه راه حل‌هایی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه و شیوه زندگی سازگار با آب و هوا و در خصوص بحث رویه‌ها به بحث UNFCCC و اهداف مرتبط با SDGs اشاره‌ای داشتن. به طور ویژه ورود کردن به کاپ 29 و موضوع تغییر اقلیم و شهرها در کاپ 29 و اینکه این موضوع در گزارش هفتم IPCC هم به عنوان یک گزارش ویژه مورد توجه قرار گرفته که در نشست‌های قبلی هم با ارائه ارزشمند جناب دکتر ضیاییان ابعاد این موضوع باز شد که نیاز هست که ما یک این فرصت طلایی 10 ماهه متخصصین و محققین و پژوهشگران مطالعاتی که دستاوردهای تاریخی کشور در زمینه شهرها و تغییر اقلیم وجود داشته به عنوان افتخارات ما و از اون طرف چالش‌هایی که شهرهای ما در زمینه تغییر اقلیم دارن رو به صورت مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی چاپ بکنن که دوستان کمیته IPCC بتونن اینها رو وارد فرایند قرارگیری در گزارشات IPCC بکنن. ایشون وارد بحث کتاب شهرها و تغییر اقلیم شدن و اون 4 محوری که داره از سیاست‌های ملی و قوانین و برنامه‌ریزی و بحث‌های اقتصادی و شیوه‌های اجرایی ابعاد این موضوع رو بهش اشاره کردن و در خصوص بحث UC مپ و نقشه‌ای که در این زمینه وجود داره و اینکه ایران هم در این نقشه وجود داره صحبت کردن و بحث ایران و شهرهای ایران رو در زمینه تغییر اقلیم ابعادش رو تبیین کردن و گفتن که خب به هر حال اقداماتی هم در کشور ما انجام شده که در این زمینه شایسته تقدیر هست، مثل اقداماتی که در زمینه بازچرخانی انجام شده، بحث منابع آب نامتعارف، بحث استفاده مجدد، حالا چه در سطح سیاست گذاری و قاعده گذاری و خدا رو شکر در سطح اجرایی که الان ما شاهد این هستیم که برای توسعه فضای سبز بحث
تخصیص منابع نامتعارف یکی از اولویت‌های اصلی هست که شورای شهر تهران و شهرداری تهران هم در اولویتش قرار گرفته و شهرهای دیگه هم نیاز هست که این رویه رو به صورت جدی پیش ببرن. در مورد چالش‌ها صحبت کردن. به هر حال رویه‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم که موضوع این نشست هست، یک بخش مهمش بحث مکانیزم‌های مالی هست که ما در نشست‌ها به این می‌پردازیم. 2 نشست رو در اسفند ما به مکانیزم مالی غیر بازاری صندوق بین‌المللی اقلیم سبز اختصاص دادیم که اونجا در موردش مفصل گفتگو خواهد شد که یه محور اصلیش اتفاقا بحث شهرها و تغییر اقلیم هست که نیاز هست که این منابع مالی برای شهرهای ما که هم قربانی تغییر اقلیم هستند هم عامل تغییر اقلیم به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرن، چون ما گفتیم که شهرها جدا از اینکه بخشی از مشکل تغییر اقلیم هستند، بخشی از راهکار اون هم هستند که ما به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بحث سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش خسارت‌های مخاطرات طبیعی در شهرهامون هم قدم برداریم. در خصوص بحث چالش‌هایی که خب قطعا روی بحث تامین منابع مالی هم سایه داره اشاره کردن که بحث تحریم‌ها بود که نیاز هست در این زمینه به هر حال تدبیری اندیشیده بشه. البته امیدواریم که این تحریم‌های ظالمانه مرتفع بشه و بحث تاب‌آوری شهر تهران رو در موردش نتایج مطالعاتشون رو ارائه کردن و بحث تاب‌آوری اقلیمی و پیشران‌هایی که باعث اغتشاش‌های اقلیمی میشه رو به درستی در موردش ارائه کردن. بنده به شخصه از ارائه ارزشمند ایشون بسیار یاد گرفتم و اگر جمع‌بندی که در این خصوص انجام شد جایش اشتباه شده آقای دکتر یا نکته تکمیلی دارید بفرمایید و من از شما خواهش میکنم که اجازه بدید فایل ارائهتون رو هم با دوستان به اشتراک بگذاریم و در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی نهایی نشست و خاتمه نشست. خیلی ممنون، شما خوب جمع‌بندی رو انجام دادید آقای دکتر. و چند تا سوال دیگه وجود داشتی اینجا از آقای مهندس رستگار. من می‌بینم آقای صالح کریمی یا بالاتر آقای نجفی، اینها نمیدونم به چه صورت پاسخ داده بشه یا وقت هست یا نیست. آقای دکتر من تحت فرمان شما هستم. به صورت مختصر ارائه بفرمایید. فقط تو پرانتز عرض بکنم که این اولین نشست ما در زمینه شهرها و تغییر اقلیم بود و قطعا این نشست‌ها انشالله ادامه پیدا خواهد کرد و دوستان اگر پیشنهاداتی برای برگزاری نشست‌ها هم دارن توی گروه میتونن به اشتراک بگذارن. خیلی خوب، منم از همگی دوستانی که تشریف داشتند، تحمل کردند و شکیبایی به خرج دادن و صدای گرفته و حالا بیروح من تحمل کردن، خیلی ممنونم. امیدوارم بساتشون مفید بوده باشه. یک حالا تلنگری بگیم، یک بحث مثل مقدماتی بگیم در رابطه با این موضوع ارائه شده و بتونه یک چالش ذهنی برای دوستان ایجاد بکنه که به این بپردازن، چون موضوع بسیار مهمی هست و آینده شهرهای ما میتونه خیلی برای آینده شهرهای ما بسیار مهم باشه. هم از جنبه تحقیقاتی بهش پرداخته بشه، هم از جنبه اون مسئولیت اجتماعی باید بهش بپردازیم، از جنبه‌ای که ما نسبت به شهرمون، شهروندان و مردم این شهرها و کشور خودمون مسئولیت داریم، از جنبه‌ای که یک سری شاید آگاهی هایی داریم که حاصل اکتساب هایی هست که از حال مطالعه یا گفتمانی است که با دوستان و آشنایان و متخصصان برای ما رسیده و این رو بایستی تسری بدیم به جامعه و از حالت بازم از جاناتان هارینگتون خدمت عرض کنم که ایشون می‌فرمایند که زبان دانشگاهی زبان بیزانسیه، یعنی زبانی است که کسی متوجه شاید نشه، ولی ما بیایم زبان مثلا جامعه رو،
زبان بیرون از دانشگاه رو بتونیم ترویج بدیم در ارتباط با موضوعاتی که مطرح هست، چون عامل منفعه هست و ذینفعان این مبحث ماها نیستیم فقط، یا بحث دانشگاه و مسئولان نیستن، بلکه کف جامعه هست. مثل اون شهروندان ما هستن که فرزندان و همسایگان و دوستان ما هستن که در این شهرها زندگی میکنن و ذینفعان اصلی همونها هستن، چه نفعی از این مسئله برده بشه چه زیان و ضرر زیانی که وجود داشته باشه متوجه این شهروندان هست. پس ما بتونیم زبانمون رو به زبان جامعه نزدیکتر بکنیم، به زبان ساده تر مباحث را مطرح بکنیم، میتونه خیلی خیلی مفیدتر باشه مبحثی که مثلا مباحثی که ارائه میشه و اونها بتونن این رو هضم بکنن، نسبت بهش حساس باشن، برای خودشون این چالش رو برای خودشون در نظر بگیرن و بهش بی‌تفاوت نباشن. پس این جلسات تشکیل میشه به همت شما های دکتر فرزانه. خیلی ممنون که این جلسات رو پایه‌گذاری کردید. یک گروهی میایم میشینیم با هم دیگه گفتگوی انجام میدیم. مسلماً اینها میتونن نمایندگان خوبی باشن برای اینکه اطرافیان خودشون رو در هر چند نفری که هست، حتی یک نفر، حتی 5 نفر، اثر بخشی خودشون رو در پیرامون خودشون میتونن بگذارن و یک جامعه آگاه آموزش دیده داشته باشیم که نسبت به عواقب و پیامدهایی که این شرایط داره ایجاد میکنه در جوامع و به خصوص جوامع شهری و روستایی بتونیم کمتر بکنیم. خیلی ممنونم گوش کردید و خسته نباشید. خیلی ممنون از بابت ارائه بسیار ارزشمندتون. فایل ارائهتون رو ما میتونیم با دوستان به اشتراک بگذاریم؟ بله حتما. بله، ممنون از بابت ارائه بسیار ارزشمند جناب دکتر شمسی پور، دانشیار محترم دانشگاه تهران که 2 دهه فعالیت‌های پژوهشی بسیار ارزشمند در زمینه شهر و تغییر اقلیم داشتند. انشالله این مسیر موضوع شهرها و کلان شهرها و تغییر اقلیم در نشست‌های مسئله محور هاب علمی تغییر اقلیم کشور با قوت انشالله ادامه پیدا میکنه و ممنون از دوستانی که در نشست حضور داشتن. ما هر هفته چهارشنبه ها نشست های مرتبط با تغییر اقلیم رو طبق برنامه اعلام شده ساعت 10 تا 12 ادامه خواهیم داشت. تا نشست دیگه، خدا نگهدار.